بازی جوجه مرغش خواه یه هفته شده. ببینیدشون. اگه خواستید مثلا در مورد آموزش های حرفه‌ای در مورد اینا براتون بذارم، حتما بگید که براتون بذارم توی پستامون براتون میذاشته باشم و اینا. بخواست باشید اینا مثلا جوجه کنن و این حرفا دیگه، مثلا برای خودش مثلا چیزای زیادی داره. مثلا باید مثلا قالشون شرایط خاصی داره که بتونید ازشون جوجه کشی کنید. خب مثلا این در این باید مادتون عادت کنه. مثلا بعضی ها هستن این در اینطوری که گذاشتید، خب این در اینجاشو سوراخ میزنن، اینجا رو میبندن که ماده از بالا بره و جوجه ها بزرگتر در بیاد. ولی اینطوری به نظر من اینطوری باشه اگه قال تکی دارید. ولی مثلا اگه سوالون چیزی دارید از بالا کنید بهتره. اینجاشو ببندید با چسب و اینجا رو سر اینجا رو برش بزنید. بعضیا برش زده هست ولی برش بزنید. خب بعد این حالا با در شوف باشه چون ماده نکنه نازه بیرون. دیگه باز کردن تخم و اینا هم بهتون میگم چطوریه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.